صبر چند قسم است؟ یک صبر در اطاعت، 5 وقت نماز، روزه. دمی تابستان چقدر سخت است، از صبح تا بیگاه 16 ساعت روزه بگیریم، تشنگی گرسنگی. به می خاطر رسول الله می الصوم صبر، در بعض روایت روزه صبر است، زیرا تکلیف است. نه حج که میری بسیار تکلیف است، اینقدر تکلیف داره. اگر که مردم پشت تکلیفاش نمیگرده ندیدن، خب اگر که حال بسیار سهولت آمده قرآن اینا صبر کن. دوم صبر در برابر گناه، حرام نخو صبر بکن، رشوت نخو صبر بکن، سود نخو صبر بکن، زنا نکو صبر بکن، قتل نکو صبر، دروغ نگو، غیبت نکو، بهتان نکو، با مسلمان ضرر نرسان، صبر بکن. سیوم صبر در برابر مصیبت. مصیبت آمد، پدرت مرد، نگو که خدا جان مرا بگیر، خدا ایسو میزنی و